خب ما لایو هستیم. سلام عرض میکنم خدمت شما دوست عزیز آقا محسن از هلند و درود بر همچنین شما. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و عزیزان و مخاطبانی که در ادامه ما را خواهند دید و یا در آینده ریپلی این برنامه را تماشا خواهند کرد. من از شما تشکر میکنم که میدونم به هر حال شما شاغل هستیم فول تایم و در این حال که بیزنس آنلاین هم انجام میدی وقتتون به هر حال خیلی کم هست. دعوت ما رو قبول کردیم و این برنامه لایو رو گذاشتیم. تشکر میکنم از شما. خواهش میکنم که خودتون رو معرفی کنید مختصر برای دوستانی که از پیج ما شما رو میبینن آشنا بشن با شما. به دیده منت. مرسی که دعوت کردین. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. درود بر شما، درود به همه دوستان. من محسن هستم، هلند زندگی میکنم. مدت 23-4 سال میشه هلند زندگی میکنم. همونطور که شما فرمودین کار فول تایم خودم رو دارم و در کنارش هم مدتی هست که بیزینس آنلاین رو شروع کردم و خیلی خوشحالم که الان در خدمتتون هستم و راجع به این موضوع میخوایم صحبت کنیم. خواهش میکنم. بحث امشب ما در مورد این هست که این بیزینس آنلاین ما مناسب چه افرادی هست. من از شما خواهش میکنم که شما اولا وقتی ما میگیم بیزینس آنلاین ما منظور ما چی است؟ اصلا این بیزینس ما چه ویژگی داره؟ یک معرفی مختصری حداقل چند تا از ویژگی‌هاشو اشاره بکنید به صورت کوتاه. بعد در ادامه باز ببینیم که این بیزینسی که ما میگیم مناسب چه افرادی هست و کیا میتونن این بیزینس رو در واقع کار کنن و استفاده کنن از این فرصت. فقط قبل همه چی من یه عذرخواهی از همه بکنم که من یه خورده صدام گرفته به خاطر فکر کنم نشانه‌های سرماخوردگی و داره میاد سراغم. به هر حال عذرخواهی میکنم از این بابت. اگه صدام خوب و رسانی سعی میکنم. الان که خوبه، الان خوبه، زیاد نگران نباشید. بالاخره پاییزه و به هر حال احتمال این تغییر سرمایه هوا که یه خورده زیاد شده احتمال سرماخوردگی هست، ولی خب فعلا صداتون خوبه، نگران نباشید. مرسی، زنده باد. مرسی که تشریف کردید. عرضم حضورت که این بیزینس ما، چرا میگیم بیزینس ما؟ خب چون مال ماست دیگه. ما شروع کردیم، بالاخره ما توش مشغول هستیم و شده مال ما و الا میشد مال اونا. خب الان مال ماست، خدا رو شکر. خب ببین این بیزینس مخصوص برای چه کسایی خوبه؟ ببینید بیزینس های آنلاین خیلی زیاده. شما اگه یه سرچی دور و براتون کنید میبینید که خب از هر طریق و از هر دری به قول معروف میباره و هر کسی به یه شکلی داره تبلیغات بیزینس آنلاین رو میکنه. ولی خب معمولا آدما دوست دارن به سمتی برن که به سمت بیزنس آنلاینی برن که آدمای موفق توش هستن و دارن فعالیت میکنن. افراد حقیقی، افرادی که واقعا وجود دارن، فیک نیستن. یعنی اینطوری نیست که طرف یه چیزی رو میذاره تو صفحه‌شو میره دیگه اصلا نه اسمی نه نامی نه نشانی. ما همه مشخص خودمون میایم لایو میذاریم، مرتب اسم و رسممون هست، یعنی مشخصه کی هستیم و چیکار داریم میکنیم. بنابراین این بیزینس ما شده الان، چون از این بابت که خیلی اطمینان داریم، دیدیم، خودمونم توش هستیم، داریم موفقیت‌های دیگران هم میبینیم، خودمونم داریم قدم برمی‌داریم توی موفقیت. مخصوص چه کسانی میتونه باشه؟ همه. ببین چرا؟ چون بیزینس آنلاین های دیگه معمولا شما باید یه سابقه، یه تجربه، یه چیزی باید بلد باشی تا راد بدن تو بیزینس آنلاین، یا خودشون هم اکثرا آموزش میدن ولی به زبانهای مختلف در واقع. ولی ما تو این سیستممون به زبان خودمون، ما فارسی زبانها دور هم جمع شدیم و کمک میکنیم دوستانی رو که تازه میخوان وارد بشن. یعنی قبل از شروع بیزینس یه مرحله آموزشی میذاریم، 2 ماه 3 ماه 2 نفری در واقع، یه منتور یه مربی، کسی که تازه وارد شده رو حسابی بالا پایینش میکنیم. یعنی قشنگ باید همه آموزش ها رو بگذرونه، مراقبش هستیم. سوالی اگه داره، اگه در جای گیر کرده، یه مرحله رو نمیتونه بره جلو، مرتب از طریق تمام امکانات سوشیال مدیا، واتساپ، تلگرام، دیگه هر چی که طرف باش اونس داره میتونه با هم در تماس باشیم و بیزینس رو پیش ببریم. برای کی مناسبه؟ خلاصش میکنم برای همه. یعنی کسی که میخواد سرمایه گذاری کنه و میخواد وقت بذاره.
مهارت هم لازمه، ولی مهارت رو توی همین بیزینس یاد میگیری. یعنی همین دوتا فاکتور داشته باشی که میخوای بیزینس آنلاین را بندازی و یکم هزینه بذاری و وقت میخوای براش بذاری، کافیه میتونی بیزینس رو شروع کنی. کاملا درسته. بله. خواهش میکنم. شما مگه نکته جا مونده بفرمایید پرش کنید. حالا من شما خیلی به اصطلاح خوب توضیح دادین. من میخوام به صورت مصداقی در واقع به افراد بگم که این کسانی که دوست دارن و دنبال فرصت‌های کسب درآمد آنلاین هستن، میخوام بگم که در واقع به صورت مصداقی مناسب کیا هست. مناسب این افرادی هست که حالا مثلا یک شغل فول تایم دارن، میخوان در کنار کارشون مثلا درآمد جانبی داشته باشن. مناسب افرادی هست که در واقع از شغلی که دارن راضی نیستن یا درآمدشون کافی نیست و از این شغل فول تایم خسته شدن، میخوان دنبال فرصت جدید هستن، میخوان یک کار جدیدی در واقع در فضای آنلاین داشته باشن. مناسب همچین آدمایی است. و مناسب هر شغل و حرفه و کسب و کاری که به هر حال نیاز دارن به درآمد جانبی دیگر، میتونه مناسب اونا هم باشه. یا البته خب روی صحبت ما کسانی هستن که واقعا علاقمند هستن و میخوان از فرصت هایی که در دنیای آنلاین وجود داره استفاده کنن برای کسب درآمد. در نتیجه خب این بیزینسی که ما داریم انجام میدیم به دلیلش این ویژگی‌هایی که داره، همونجوری که شما اشاره کردین، مناسب همه هست. هر کسی با هر شرایطی که داره، با هر بک‌گراندی که داره، با هر شرایط شخصی که داره، کافی علاقمند باشه که توی فضای آنلاین بخواد کسب درآمد کنه. این بیزینس مناسب اونها هست. در واقع این باز است. ببخشید من میپرم وسط صحبتتون، شما درست میفهمید، ولی به نظر من خیلی بحث علاقه نیست. ببین الان ما الان تو جهانی زندگی میکنیم که به سرعت برق و باد داریم میره جلو. ما اگه خودمون رو وفق ندیم با این تغییرات، با این روند پیشرفت، عقب میمونیم. واقعا خودمون و نسل بعدیمون عقب میمونه. ما اگه شروع کنیم قدم بذاریم در دنیای جدید، باهاش پیش بریم، با تکنولوژی پیش بریم، ما هم سعی کنیم از حالت سنتی بودن در بیاریم شغل خودمون رو و بروزش کنیم، بتونیم با تکنولوژی پیش بریم. خب این بارزترین مثالشه. بیزینس آنلاین چیزیه که روی اینترنت و با تکنولوژی داره میره جلو. شما وقتی شروع میکنی این کارو، دیگه یاد میگیری سوشیال مدیا رو، دیگه رو به جلو رفتنش خودت احساس میکنی، درک میکنی، برات دیگه غریبه نیست. میدونی این چیزیه که ما باید گذشته از اون علاقه‌ای که شما میفرمایید. بله دوستانی که علاقه‌مند هستن که فبها خیلی هم خوب میتونن پیش برن. گذشته از این علاقه ما باید یه جورایی خودمون رو با جهان امروزی وفق بدیم و وارد اینجور بیزینس ها بشیم، تا چون یکی از مزیت‌های خیلی خوب این بیزینس ما اینه که میتونی منتقلش کنی به فرزندان خودت. یعنی شما در آینده خیلی نزدیک خیلی راحت این کاری که انجام میدی رو میتونی محول کنی به فرزندت، دخترت، پسرت، که اونا خیلی در واقع تو این زمینه ها خیلی هم قوی‌تر و بهتر از ما عمل میکنن. بنابراین این یکی از حسنای خیلی خوب این بیزینسی هستش که ما توش هستیم. و همونطور که گفتم باید سعی کنیم که بروز باشیم، حتی شغلمون رو بروز کنیم، از اون حالت سنتی که دنبال یک کارفرما بگردیم که به ما شغلی بده و ما درآمدی داشته باشیم، در بیاییم و بیافتیم توی در واقع صاحب کار خودمون بشیم و اینو از طریق در واقع اینترنت آنلاین پیش ببریم. این یکی از چیزاییه که من سعی میکنم همیشه در گفته‌هام به کار ببرم و بگم. کاملا درسته. نکته خیلی جالبی رو اشاره کردین. حالا من میخوام از شما سوال کنم، شما چه عواملی باعث شد که جذب این بیزینس شدین و چجوری شد که در واقع این بیزینس رو شناختین و شروع کردین؟ خب همونطور که عرض کردم یکی از دلایلش همین بود. منم در واقع شغل فول تایمم به شغلیه که باید برم سر کار، بالاخره کارهای روزمره سرکاری رو انجام بدیم و البته خوشبختانه کار من طوریه که
همه کارا رو میتونم از توی خونه انجام بدم، یعنی از طریق همین آنلاین و اینا، ولی به هر حال شکل سنتی خودشو داره و یک اداره‌ایه که ما باید در واقع اونجا حضور داشته باشیم و تا پایان کار. من البته خودم مهندس کامپیوتر هستم، به همین دلیل از خونه کار کردن برای ما امکانش هست. کارهایی که انجام میدیم اکثرا از طریق نتورک هستش و نتورک هم که همه جا حضور داره، یعنی هر جا اینترنت هست من میتونم کارامو انجام بدم. به خاطر همین بازم دنبال همچین شغل دومی بودم که در واقع یک جور پشتوانه‌ای باشه برای زندگی من، یک جور پلن بی باشه برای زندگی من، که خب بالاخره توی کارهای سنتی همه جور اتفاق هست، چه میدونم دعوا با کارفرما، حالا دیگه من خیلی یهو رفتم سراغ دعوا با کارفرما، ولی همین مثلا طرف بخواد دیگه مثلا یهو بگن آقا کار نیست دیگه، ببخشید دیگه تموم شد دیگه، باید برین خونه دیگه، کار نیست انجام بدین. اتفاق افتاده. من توی 20 اندی سالی که توی هلند هستم یک بارم سالهای 2012 13 یا قبل از اون همچین اتفاقی افتاد و خیلی ها رو یهو بیکار کردن، گفتن نداریم هزینه، نداریم کار نیست، بنابراین بیکاری. اگه ما هر کدومون یه همچین پشتوانه‌ای داشته باشیم دیگه خیالمون راحته، دیگه خیالمون راحت از این که خب ما که داریم بیزینس آنلاین خودمون رو انجام میدیم، حالا اینم در کنار اون چه بسا بیزینس آنلاین اون نباشه، این بیاد جای اینم پر کنه بشه شغل اولمون. خیلی هم چون چیزیه که واقعا از همه جا میشه انجام داد، هر جا که اینترنت باشه شما میتونید کارت انجام بدید. یکی از دلایل من، یعنی محکم ترین دلیلم این بود. دلیل دیگه‌اش همین که توی صحبت قبلی گفتم، این کار من پیش ببرم میتونم در آینده تحویل بچه‌هام بدم، اونا میتونن ادامه بدن. خب این یه دلیل خیلی خوبیه. و این تو این بیزینس آنلاین شما خیلی سریع بازنشستگی میرسی. البته این خیلی سریع که میگم برای کسیه که خیلی هم خوب فعالیت میکنه، نه برای هر کسی که بیاد و بگه من اومدم حالا فردا بازنشست میشم. نه، اینطور نیست. باید واقعا تلاش کرد، باید وقت گذاشت، باید زمان گذاشت، باید از هوش و ذکاوتت استفاده کنی تا 3 ساله به یه بازنشستگی خیلی دلچسب برسی. یعنی واقعا تصورش خیلی سخته که شما توی یه کاری 3 سال کار کنی و بتونی بازنشست بشی، ولی همچین اتفاقی میفته تو بیزینس ما. این دلایل من بود، حالا شاید بیشتر بوده ولی الان چیز نکات برجستش اینا بود که عرض کردم. بله، در صورت نکات خوبی رو اشاره کردین شما. الان همه دلایلتون آقا کیومرث، شما دلایلتون چی بود؟ من حقیقتش خب چون که بازنشسته هستم، زمانی که بعد از بازنشستگی من یک بیزینسی رو شروع کردم قبل از در واقع پاندمی کرونا. من یه بیزینسی در حوزه مواد غذایی توی سوئد شروع کردم و به اصطلاح 1-2 ماه نگذشته بود که متاسفانه این داستان کرونا پیش اومد و خب همینجوری که همه مطلع هستن کارا دیگه به قول معروف به کسادی خورد و روز به روز هم بدتر شد. خب من در صدد این بودم که حالا حداقل اون کاری که دارم به صورت آنلاین در بیارم. در عین تحقیق به این بیزینس مدل برخورد کردم و دیدم خب صحبت‌هایی که میشه به اصطلاح اون ویژگی‌هایی که داره خیلی جالب و جذاب بود، رفتم سراغش. و خب در اصل اگر مثلا من خب همیشه این علاقه رو داشتم که واقعا میدونستم این دنیای آنلاین به هر حال ظرفیت‌های خیلی خوبی داره، خیلی افراد هستن توی بیزینس‌های مختلف دارن توی دنیای آنلاین کسب درآمد میکنن. منم علاقه داشتم که در واقع همچین فرصتی رو پیدا کنم که تا به این بیزینس برخورد کردم و بعد از مدتی به هر حال تحقیق و بررسی، البته توی خود این بیزینس مدل واقعا یه بیزینس مدل خیلی منحصر به فردیه و تمام چیزاش حساب شده و برنامه‌ریزی شده است. حتی برای اینکه افراد این بیزینس رو بشناسن برنامه منظمی داره. خب والا در ادامه اشاره میکنیم، ولی من گام به گام هست. من گام دومو بگم که به اصطلاح یه دوره آزمایشی هست. من وقتی وارد دوره آزمایشی شدم در حقیقت این بیزینس رو خوب شناختم و اونجا بود که تصمیم گرفتم این بیزینس رو انجام بدم. در هر صورت این بیزینس ظرفیت‌های خیلی خوبی داره و
به قول معروف من فکر میکنم که هر کسی همونجوری که شما اشاره کردین علاوه بر علاقه، حالا ضرورت زمانه هست که از این تکنولوژی های روزم آدم بتونه استفاده کنه، مخصوصا برای افرادی که جوانتر هستن. حالا ما که به هر حال دیگه بازنشست شدیم، با این حال بازم به هر حال تلاش میکنیم، ولی حالا شما که خودتون تو سن جوانی هستین، من فکر میکنم حالا مثلا چه خوب و به هر حال لذت بخشه که آدم مثلا تو سن 45 سالگی، مثلا قبل از 50 سالگی تو این بیزینس به سطحی از درآمد میرسه که همون حالا داستان بازنشستگی نامگذاری کردن، در صورتی که لزوما به معنی این نیست که افراد دیگه بازنشسته میشن، دیگه کار نیاز نیست بکنن. ممکنه هر کسی به هر حال بر حسب علاقه و برنامه خودش خب کارش رو ادامه بده، ولی از لحاظ درآمدی یک درآمد فیکس خیلی خوبی رو میتونه بعد از حالا به طور میانگین 3 سال تا 5 سال بهش برسه و خب دیگه به هر حال از این چی میتونه بهتر باشه. همونجوری که اشاره کردین در این حال خب این قابل انتقال به هر کسی هست که آدم بخواد بهش منتقل کنه. درسته؟ دقیقاً. حالا گفتی بازنشستگی، یه چیز جالب بذارید بگم تو پرانتز بذارش. یه جایی خوندم یا فیلمی بود نگاه میکردم، یادم میشه فکر کنم یه جایی خوندم نوشته بود در سال 3096 خیلی ها مردم فقط لازمه 2 سال در طول عمرشون کار کنن، یعنی 2 سال کار کنی بازنشسته میشی، یعنی به اونجا خواهیم رسید دیگه. از همینجا شروعش از همینجا. الان با این روندی که رشد تکنولوژی و به خصوص هوش مصنوعی و این ابزارهای جدیدی که داره میاد روز به روز در واقع امکانات رو وسیع‌تر میکنه و کارها رو ساده‌تر میکنه، خب به هر حال هیچ بعید نیست. درست. خب من میگم یه خودم راجع به این صحبت کنیم که چطور کسی که علاقه‌منده چطور میتونه وارد این سیستم بشه، اگه موافق باشیم. بله کاملا درسته. خب دوستانی که علاقه‌مند هستن و دوست دارن این بیزینس رو ببینن چیه، یعنی در واقع چون ما نمیتونیم تو یه 10 دقیقه 5 دقیقه صحبت کردن به شما بگیم که چیه، چون امکانش نیست، انقدر گسترده و وسیعه که شما خودتون باید بررسی کنید، مطالعه کنید تا بفهمید موضوع چیه و چیکار باید بکنید. خب برای اینکه بخواید شروع کنید باید به یکی از ما اسم و ایمیلتون رو ارسال کنید تا ما بتونیم شما رو رجیستر کنیم، و وقتی که رجیستر میکنیم شما رو اطلاعات براتون میاد، اطلاعات کاملا رایگان، نگران هیچ این صحبتاش نباشین، هیچ عواقبی هم نداره، هیچ مشکلی هم نداره. اطلاعات ارسال میشه به شکل ویدیو که شما میتونین تماشا کنین و در واقع صحبتایی که اونجا میشه دریابین که موضوع چیه و چیکار باید بکنین و چه باید کرد. در واقع یه وبینار 90 دقیقه‌ای برای شما ارسال میشه با تمام محتوای 45 دقیقه افراد موفق صحبت میکنن و 45 دقیقه دوم راجع به بیزینس مدل صحبت میشه که بسیار مفیده. شما میتونید در واقع از این وبینارها به مدت 1 ماه هفته 2 بار براتون ارسال میشن. این مختلف افراد مختلف نشستن و از موفقیاتشون صحبت میکنن و همچنین 45 دقیقه راجع به بیزینس مدل، تا زمانی که شما به این نتیجه برسین که میخواین بیزینس رو امتحان کنید. فعلا امتحان کنید، هنوز واردش نشید. اون موقع است که یک شما قادر خواهید بود با پرداخت $149 که قابل باز پرداخته وارد دوره آزمایشی بشین. تو دوره آزمایشی محک بزنین ببینین به دردتون میخوره یا نه. اگه در دوره آزمایشی به این نتیجه رسیدین که نه این اون چیزی نیست که میخواهید، $149 رو پس میگیرید و در واقع هیچ اتفاقی هم نمیافته. ولی اگه نتیجه گرفتین که میخواین ادامه بدین، یه کوچ یه منتور به شما اختصاص داده میشه تا ما بقیه مراحل رو به شما توضیح بده. بله. اگه من چیزی از قلم انداختم شما بفرمایید. خواهش میکنم. شما خوب اشاره کردین، ولی یه نکته رو من اضافه کنم. دوره آزمایشی ما 30 روزه هست. در واقع شما با $149 که سپرده میکنید برای شما اینوایس رسمی صادر میشه و 30 روز شما فرصت دارین که این بیزینس رو بررسی کنین. در طول این 30 روز هر زمانی که به نتیجه رسیدین خب تصمیمتون رو میگیرین. در این حال خب یه نکته دیگری هم که لازم اشاره بشه،
افرادی که از ایران و افغانستان بخوان این بیزینس رو انجام بدن متاسفانه براشون مقدور نیست در حال حاضر به دلیل تحریم. متاسفانه قابل انجام نیست این بیزینس در داخل ایران و افغانستان، ولی تمامی فارسی زبانان در هر جای دنیا که باشند میتونن حالا به همین روشی که ما گفتیم در واقع بیان بررسی کنن و اگر این بیزینس مناسبشون بود و نظرشون جلب شد میتونه در واقع منبع خوبی باشه برای کسب درآمد. دقیقاً. و همونجوری که اشاره شد دوستانی که علاقمند هستن میتونن اسم و ایمیلشون رو یا برای آقا محسن بفرستن یا برای من بفرستن، در پیجمون پیام بدن و ما در واقع برنامه رو طوری تنظیم میکنیم که در اسرع وقت اطلاعات لازم در اختیارشون قرار بگیره و برای گام دوم قول معروف آمادگی داشته باشن که بیان وارد دوره آزمایشی 30 روزه بشن. بسیار عالی. اگر مطالبی دیگری دارین شما ما دیگه به هر حال خیلی طولانی نشه، از حوصله افراد خارج نشه، اگر صحبت پایینی دارین بفرمایید که ما دیگه لایو ببندیم. آرزوی روزهای خوب برای همه هموطنان و همه فارسی زبانان و همچنین برای شما دارم. من همچنین هم از شما تشکر میکنم، هم دوستانی که لایو ما رو دیدن و برای همه آرزوی سلامتی دارم. خدا نگهدارتون. خدا حافظ.